سلام، من دکتر محمدی ام، روانپزشک و روان درمانگر. مدت بود که میخواستم این کانال رو راه اندازی کنم ولی همش بنا به دلایل مختلف عقب میافتاد. خب مهمترین دلیلش اینه که یه سری محدودیت‌ها برای روان درمانگرهای تحلیلی وجود داره. مهمترین محدودیتشون هم اینه که خیلی نمیتونن از زندگی شخصیشون اطلاعات، عکس یا اینجور مسائل رو منتشر کنن توی فضای عمومی و فضای مجازی. خب این دقیقاً برعکس کاریه که اکثر افرادی که تو این حوزه فعالن انجام میدن و این رو همه چیز تاثیر میذاشت. یعنی حتی این لوکیشن یا فضا چجوری باشه، دیتاهای زیادی منتقل نکنه یک کتاب یه جا بمونه، یه تابلو یه جا بمونه و این کار رو به عقب مینداخت تا اینکه من نهایتاً به این نتیجه رسیدم که باید این کار رو انجام بدم. حتی مثلا رشت هواش داره هی ابری و ابریتر میشه، نور پردازی سخت‌تر میشه. این شد که احساس کردم که عقب انداختنش دیگه فایده ای نداره. حالا چرا با همه این محدودیت‌ها می‌خواستم این کارو بکنم؟ چون اعتقاد من اینه که روانپزشکی، روانشناسی یا هر علمی اگر نتونه پل یا ارتباطی بین خودش و زندگی روزمره برقرار کنه تا حدودی ناقصه. این شد که تصمیم گرفتم راجع به مسائل مختلف زندگی روزمره از دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی صحبت کنم. اما قرار نیست که ما توی این ویدیوها بیایم موضوعات پیچیده انسانی رو ساده سازی کنیم. قرار نیست جوابای کوتاه پیدا کنیم. قرار نیست به این نتیجه برسیم که اگر این کار رو بکنیم این نتیجه رو میده، پس بریم این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم تا زندگیمون یه تغییر خیلی سریع بکنه. در مورد موضوعات مختلف یا عناوینی که به نظرتون ممکنه برسه که میتونیم راجع بهش صحبت کنید، خوشحال میشم که با هم در میون بذارید و اینکه خوش اومدید به کانال سوژگی.